تولیه‌نامه برای امروز سنه 19 اکتبر سال 2020. حمل. در این روز تمام کارهایتان برای همسفر می گردد. حتی شخص دوست داشته‌تان با تمام طلبات و پیشنهاداتتان راضی می شوند. در این روز تحفه می گیرید و خبرهای خوش می شنوید. قریب بیگاه خستگی سخت را احساس می کنید. خواطر نشوید. شما بیمار نشده اید. این از شادی به انتها است. صبر. تمام روز عصبانی شده با سبب یک حادثه که بین شما و دوستی نزدیکتان رخ داده است عذاب روحی میکشید. اگر خود را گناهکار حساب کنید اولی شده برای آشتی شدن قدم گذارید. در خانه‌تان ویران شدن اسباب‌های تکنیکی یا ماشین امکان دارد. جوزا. در این روز با طمعکاری و شهرت طلبیتان اطرافیان را به حیرت می‌آورید. برای ترهیزی نمودن نقشه‌هایتان کنج تنهایی می‌جویید. در جای کار با دقت و با سرانجام باشید وگرنه نفری از همکاران از پستان دسیسه بازی می‌کنند. در حیات شخصی عقل خود را به کار برید نه احساسات را. سرطان. در این روز هنگام رابطه با اهل عائله با احترام و نرم گفتار باشید. اکثر نزدیکان از دغل گفتاری شما سخت رنجیدند. اگر تا به این روز به رخصتی مهنتی نرفته باشید همین روز عرضتان را نویسید. در رابطه با شخصان ناشناس هوشیاری را پیشه نمایید. اسد. در این روز امکان دارید که در جاده کسب و کار موفقیت را به دست دارید. نفران زیاده می خواهند با شما همکاری نمایند. پیشنهادها را رد نسازید. به نزدیکی درآمد خوب به دست می آورید. سفر و رخصتی که با یکی از همکاران با تجربه می روید با برار و خاطرمان سپری می گردد. سنبله. در این روز برای عائله و خانه خرید کردن به مورد است. زیرا عین زمان وضع عائلویتان خوب است. با نفران بیگانه در کوچه هم صحبت نشوید. امکان رخ دادن جنگ و ماجرا زیاد است. از این لحاظ عادت روی راست گپ زدن را پرتایید وگرنه به دخالت کارمندان حفظ حقوق کارتان حل نمی شود. میزان. امروز طبع خوشتان به اطرافیان تاثیر می رساند. در کلکتیو با نقشه و نیت‌های عجیبتان همه را به حیرت می آورید. راهبریت وظیفه خوبی را پیشنهاد می کنند. بیگاهی روزی خواهشی در خانه استراحت کردن را می کنید. در مدت آسوده تشویش‌های روزانه را فراموش کردنتان لازم است. عقرب. امروز به معرکه دعوت می شوید. به بانوان مصلحت داده می شود که به سر و لباس خود دقت خاصه دهند. نفران عائله‌داری که نیتی به شهر دیگر کوچ بستن را دارند باید دور و دراز با اهل عائله خود سری این مسئله مصلحت نمایند. در عکس حال نافهمی‌ها زیاد می شود. قوس. با نفران بیشتر در رابطه باشید که نه تنها بینتان دوستی بلکه همکاری سودمند باشد. هنگام سفر با ماشین شخصی با احتیاط باشید. خطر رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی زیاد می شود. در جاده عشق و محبت جرم دیده نمی شود. بیشتر طبعتان را بالیده گیرید و به خود اعتماد داشته باشید. جدی. امروز باید مناسبت‌هایتان را با خویشاوندان نزدیک به اعتدال آورید. در عائله‌تان مسئله تقسیم میراث پیش می آید. با همین سبب بحث و مناظره ها زیاد می گردند. کارتان کم است ولی مبلغ خوبی ناگهانی به دست می آورید. مسئله های وابسته به انداز و اموال خوب انجام می یابد. دلو. اگر در این روز به همه کار با دست و دلی گرم چسبید حتما موفق می گردید. سفر خدمتی و واخوری با نفری که صدقاً دوستش می دارید خیلی خوب انجام می یابد. سردارتان کارهای نهایت مهم را محض به شما باور می کند. از این التفات سردار سرتان به آسمان می رسد. حوت. از اول روز تمام کارهایتان را به نقشه گرفتنتان باعث آن می گردد که به غلطهای جدی راه نمی دهید. کارهایتان خوب است و همکارانتان حرمتتان را به جا می آورد. در حیات شخصیتان بعضی نافهمی ها رخ می دهد. مناقشه با شخص دوست داشته‌تان از روی رشک به عمل می آید. با کسی خوشگویی نکنید. این بود تولیه‌نامه برای امروز سنه 19 اکتبر سال 2020.